در مسجد و در کعبه به دنبال خداییم، از حس خدا در دلمان دور و جداییم. هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است. دقت بکنی نور خدا داخل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی. این گونه چرا در پی اثبات خدایی؟ همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. در خلقت ما راز و معمای خدا چیست؟ انسان خودش آینه یک کعبه مگر نیست؟ برخیز و کمی کعبه آمال خودت باش، چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش. شاید که بتی در وسط ذهن من و تو